سه برادر اینجا کنار هم زیر خاک خوابیدند. روی گوری دو تن آنها پرچم دولت افغانستان و روی گوری دیگری پرچم گروه طالبان را برافراختند. هر سه در دو سوی مخالف جبهه حدود 2 سال پیش در جنگ کشته شدند. تنها از دو برادر 8 فرزند بر جای مانده است. اکنون سرپرست و نانآور خانواده فیض الله برادر 18 ساله آنهاست. این دو برادرانم هستند. این در صف پلیس می جنگید و آن در صف طالبان. آن دیگری نیز برادرم است. این دو هم برادر من هستند. با آنها گفتیم که در خانه باشند. همه برادران هستند که به ضد هم جنگیدند. امید ما این است که دیگران نیز در خانه باشند. همه فرزندان یک مادر و برادران هم هستند. جنگ دیگر بس است. فیض الله میگوید بار سرپرستی خانواده های دو برادرش به شانه هایش سنگینی میکند. خیلی درد میکشم. وقتی آنها زنده بودند دلم پر از اطمینان بود. وقتی از پیشم رفتند فکر کردم دلم هم شکست و با آنها رفت. اسم اینجا قبرستان شهیدان است. تقریبا همه کسانی که اینجا دفن شدند یا طالب بودند و یا در صف نیروهای دولتی خدمت میکردند. هرچند در دو جبهه مخالف و با انگیزه های متضاد می جنگیدند، اما روی سنگ گوری همه آنها کلمه شهید نوشته شده است. اکنون رهبران سیاسی هر دو طرف مشغول گفتگوهای صلح در قطر هستند. چشم امید فیض الله به نتیجه های مذاکرات دوخته شده است. مذاکراتی که فیض الله آرزو دارد به جنگ در افغانستان پایان دهد و تضمین کننده آینده نسبتاً آرام برای او و فرزندان برادران فوتیده‌اش باشند.